سلام اهالی فینیتو، خدا برکت بده انشاءالله. اول همه‌تان به چهره من نگاه کنندی. فکر می کنید من الان در حال چه کاری می باشمندی؟ این مسخره بازیات چیه در میاری؟ میخوای مخ ما رو کار بگیری؟ نه، قشنگ به حالت چهره هم نگاه کنید. الان حس گرفته ام. به نظر شما چه حسی گرفته می باشمندی؟ ما چه میدونیم چه حسی گرفتی؟ حس دلقک بازی گرفتی؟ نخیر پدر جان، من حس اشتغال زایی گرفتم. میخواهم این خبر خوش را به شما بدم که قرار است 1,000,000 شغل درست کنمندی. بیا پایین بابا، زر مفت نزن سرمان درد گرفتندی. اگر راست میگویی 3 تا شغل برای این 3 تا پسر من دست و پا کنندی. 1,000,000 شغل باشد طلبت. چشم پدر جان، الان درستش میکنمندی. آقا پسر، شما بگو ببینم پدرتان چه کاره میباشندی؟ پدرم در فینیتو دکه چپق فروشی دارندی. احسنت. وقتی پدرت به گرمامه میروندی دکه را میبندندی؟ نه، منو صدا میکنه میرم آنجا. دیدی پدر جان؟ پس نگو پسرم بیکار است. همین الان یک شغل برای پسرت ایجاد کرده مندی. حالا پسر جان، فرض کن پای دکه ایستاده ای و مادرت تو را صدا میکند و میگوید برو نان همی بگیر. آیا دکه را میبندی؟ نه، من جای برادرم در دکه می ایستمی. دیدی؟ این هم شغل دوم. پدر جان، الان شما 2 پسر شاغل داری. فقط پسر سومت مانده که او هم وقتی پسر اولت رفت گرما و پسر دومت رفت نان بگیرد می آید و جای آنها می ایستد. اگر کاری با من نداری، من بروم تا 999,997 شغل دیگر همی بزایم. کجا؟ وایسا چای دوم. غلط کردم دیگر نمیزایم. آها، حالا شد. به این میگن اشتغال زایی. وقتی که خدا و سرسیله هاش بر سر کارن، هیچ شغلی مهمتر از چاق کردن چپقشون نیست.